افشای پشت پرده بزرگترین غول خودروسازی، رازهایی که تویوتا نمیخواد شما بدونید. تا حالا فکر کردین چرا تویوتا پرفروشترین خودروساز دنیاست؟ چرا ماشیناش هیچ وقت خراب نمیشن ولی شما همیشه حس میکنید باید مدل جدیدترش رو بخرید؟ پشت این موفقیت فقط کیفیت ساخت نیست، بلکه مجموعه‌ای از استراتژی‌های مخفی، روانشناسی فروش و حتی تاکتیک‌های بحث برانگیز قرار داره. امروز قراره پشت پرده این غول خودروسازی رو افشا کنیم، پس با ما همراه باشید. چرا تویوتا عمدن ماشیناشو غیر جذاب طراحی میکنه؟ اگه دقت کرده باشید بیشتر مدل‌های تویوتا طراحی ساده و حتی کسل کننده‌ای دارن، اما چرا؟ این یه ترفند روانشناسی به اسم سادگی برای اعتماد سازیه. مردم ناخودآگاه ماشین‌هایی که طراحی بیش از حد لوکس دارن رو کم دوام‌تر میدونن. در عوض یه طراحی ساده و مینیمال ذهن شما رو به این سمت میبره که این ماشین سالها کنارم میمونه. و دقیقاً به همین دلیله که تویوتا تبدیل به نماد دوام و طول عمر بالا شده. چرا تویوتا در بازارهای مختلف استراتژی‌های کاملاً متفاوتی داره؟ شاید فکر کنید که لکسوس یه برند مستقل و لوکسه یا دایهاتسو یه برند ارزون قیمت ژاپنیه، اما واقعیت اینه که همه اینا متعلق به تویوتا هستن. این یه استراتژی هوشمندانه است به اسم برندینگ چندگانه برای فریب ذهنی. به این فکر کنید، افرادی که دنبال ماشین‌های لوکس هستن فکر می‌کنن دارن یه برند متفاوت مثل لکسوس می‌خرن، اما در واقع هنوز توی دایره تویوتا هستن. از اون طرف افرادی که دنبال ماشین‌های اقتصادی و ارزان‌تر هستن دایهاتسو رو انتخاب می‌کنن، اما باز هم درون همون شبکه تویوتا قرار دارن. این یعنی تویوتا بدون اینکه کسی متوجه بشه روی تمام بخش‌های بازار تسلط داره. چرا تبلیغات تویوتا بیشتر روی تجربه‌های واقعی تمرکز داره نه ویژگی‌های فنی؟ تا حالا تبلیغات تویوتا رو دیدید؟ برعکس خیلی از برندها، تویوتا تمرکز زیادی روی ویژگی‌های فنی و مشخصات موتور و قدرت خودرو نداره. در عوض تبلیغاتش روی حس اطمینان، تجربه واقعی رانندگی و رضایت مشتری‌ها تمرکز داره. این یه تکنیک روانشناسی به اسم اثر تجربه مشتری. وقتی مشتری‌ها توی تبلیغات می‌بینن که بقیه از رانندگی با تویوتا حس امنیت و رضایت دارن، ناخودآگاه این حس رو توی خودشون هم ایجاد می‌کنن. به همین دلیله که خیلی از خریداران تویوتا نه به خاطر مشخصات فنی بلکه به خاطر احساس اطمینان سراغ این برند میرن. تویوتا فقط یه خودروساز نیست، بلکه یه استاد بزرگ در استفاده از روانشناسی فروش، اعتمادسازی هوشمندانه و بازی با احساسات مشتریانه. کدوم یکی از این تکنیک‌ها برای شما جالب‌تر بود؟ دوست دارین پشت پرده کدوم برند دیگر رو افشا کنیم؟ نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.